بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن چه زیبا میگه در مورد این که انسان بالاخره تو دنیا خلق شده است و بیهوده خلق نشده است. درسته خیلی از چیزهایی که تو دنیا هستن فهمسار خلق شدن، به ظاهر دیدن ما که داریم نگاه میکنیم بیهوده خلق شدن، اما اصل واقعیتشون این هست که اونها بیهوده خلق نشدن، بلکه برای یک مقصد خاصی خلق شدن. الله تعالی میگه افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا شما انسان ها چه گمان میکنید؟ گمان شما چی هست که آیا شما انسان ها رو بیهوده آفریدیم و شما بیهوده در دنیا هستین؟ نه، بلکه شما برای یک مقصد خاصی هستین. ثم الینا ترجعون، سپس به سوی ما شما برگشت داده خواهید شد، شما خواهید آمد. پس حواسمون باشه که تو دنیا ما برای یک مقصد خاصی تو دنیا آمدیم. ما آمدیم که رب خودمون رو از خودمون راضی بکنیم، دوباره برگردیم پیش رب خودمون و اونجا در نعمتهای خاص خداوندی قرار بگیریم. امروز دنیا با همه زرق و برق خودش که داره میبینیم، در مقابل نعمتهای آخرت هیچ و پوچ هستن. شاعر چه زیبا میگه اگر پنداشتی بیکار هستی به خود آیا ببین بسیار هستی. تو را با عقل و جان آراست یزدان که یابی راه حق هوشیار هستی. بله تو دنیا اومدی فهمسار الله تعالی هم به تو جان داده و هم به تو عقل داده که از هر دو استفاده بکنی و اینطور نباشه که خدای نکرده زندگی تو دنیا باشه فهمسار فقط خوردن و خوابیدن باشه، جسم تو زیبا بشه، قشنگ بشه، رشد بکنه، اما در مقابلش روح تو رشد نکنه. بلکه همینطور که جسم انسان رشد میکنه، روح انسان هم نیاز است که رشد بکنه. انشالله که همه ماها بتونیم رب خودمون رو از خودمون راضی بگردانیم و برای آخرت انشالله توشی رو جمع بکنیم.